سلام من اومدم راجع به یکی از بهترین کلینزرهایی که برای پوستای چرب هست و اونایی که مثل من حالا الان خیلی شدید جوش میزنن، جوشای حالا سرسیاه دارن یا مثلا جوشای قرمز میزنن و اینا، این کادالی خیلی برند خوبیه و تکسچرش هم جل مانند هستش، خیلی لایت ویت هستش و توش هم سالسیلیک اسید داره. بعد با انگور درست شده، انگور طبیعی و برند بیگن هست و طبیعی هست. من پیشنهاد میکنم اونایی که خیلی ناراحتن از اینکه مثلا جوش میزنن و جاش موند و اینا، پیشنهاد میکنم که این کلینزر رو حتما استفاده بکنن. نتیجهش رو میبینم، ولی بعد مثلا مداوم استفادهش بکنین. و من خیلی الان مثلا از اون روزی که گرفتمش خیلی دوستش دارم، خیلی راضیم، خیلی هم خوبه. یعنی وقتی هم که میزنین یک مقدارم کف میکنه، اون که خیلی عالیه، قشنگ صورتتون رو تمیز میکنه و اصلا هم صورت رو خشک نمیکنه. و برای اونایی هم که پرزای باز دارن خیلی خوبه، پرزا رو کوچیک‌تر میکنه و حتی بله دیگه پرزاتون رو کوچیک‌تر میکنه. به نظر من این یکی از بهترین کلینزرهایی بود که حالا من خیلی کلینزرهای مختلف استفاده کردم، ولی این یکی از خوباشه. بوش هم خیلی خوبه، اصلا هم بوی غلیظی نداره، بوش طبیعیه، یعنی هیچ اسنسی چیزی نداره، همه چیش نچرال هستش. پیشنهاد میکنم که این استفاده کنین. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه.